چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی بین صاحب ملک آسایشگاه اویس سیتی و رهبران نظارت اندوز شهر استرافشان جنجال سخت ادامه دارد. مسئولان صحیفه اویس سیتی در شبکه فیسبوک روز 8 فوریه عکس یک ماشین جیپ تمغه تویوتا پرادوی رنگش سفید و رقم دولتیش 3322 MK01 را نشر کرده نوشتند که این ماشین رئیس نلاگ شهر استرافشان $50,000 می ایستد. با همین ماشین عروس خوجند رفته می بیاید با کدو مبلغ معاشش 1000 سومونی. روز 20 فوریه امین صحیفه اویس سیتی و بازم در فیسبوک عکس یک ماشین تمغه BMW و عکس عزیز احمدزاده معاون سردار نظارت اندوز شهر استرافشان را نشر کرد و نوشت ضمنچالنیک نلاگ استرافشان به نام عزیز از صاحبکار 40,000 سومونی مبلغ ستانیده است. عزیز احمدزاده را که تازه ماه مای سال 2021 از مقام سردار نظارت اندوز نویه بزرگترین جمهوری نویه باباجان غفوروف برکنار گردیده معاون سردار نظارت اندوز استرافشان تعیین شده بود، همچنین به آن عیبدار کردند که شهروندی روسیه دارد. طبق قانونهای تاجیکستان در مقام دولتی و گذشته از آن در وظیفه‌های مسئول کار کردن آنهایی که شهروندی کشور دیگر را دارند منع کرده شده است و 2 سال پیش دادستان آن وقته استرافشان را با همین دلیل شهروندی روسیه داشتنش از مقام برکنار کرده بودند. روز 21 فوریه نظارت اندوز شهر استرافشان در یک پاسخ مفصل که در صحیفه شهرداری استرافشان در فیسبوک نشر شد معلومات‌های نشر شده درباره رهبرانش را بر دروغ بهتان‌آمیز نامیده و گفت اصل مسئله به نزدیک 400,000 سومونی قرض صاحب ملک اویس سیتی از اندوز و به این دلیل به حبس گرفتن 2 بنای 5 قبطه آن ربط دارد. نظارت اندوز تاکید کرده است که تهمت باعث نپرداختن اندوز نبوده، پرداخت اندوز طبق طلبات قانونگذاری حتمی است. نظارت اندوز معلومات درباره ماشین جیپ گرانبها خریدن رئیسش را شرح نداده است، ولی در مسئله شهروندی عزیز احمدزاده نوشته است که سال 2017 با خواهش شخصی شهروندی احمدزاده در فدراسیون روسیه قطع کرده شده است. بنا به اطلاع نظارت اندوز استرافشان صاحب ملک شرکت اویس سیتی کریمووا مشعوره موقیموونا که همسر سلطانوف الشیر می باشد با قرار ریاست اندوز ولایت سوخت به مبلغ 396,536 سومونی از اندوز قرضدار بوده. نسبت به او طبق ماده 259 قسم 1 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود و بر اساس قانون اوف با قرار دادستانی استرافشان این پرونده جنایتی قطع کرده شد. اما میگویند مقامات اندوز جوابگر اندوزهای مقرر گردیده را پرداخت نکرد و با وجود ارسال چند آگاهی نامه مشعوره کریمووا باز هم از پرداخت اندوز سرکشی نمود. به این دلیل با قرار دادگاه استرافشان از 24 دکمبر سال 2021 برای تأمین دعوای مال و ملکی جوابگر کریمووا عبارت از 2 بنای 5 آشیانه واقع در شهر استرافشان جماعت دهات صبرستان دهه یکتال به حبس گرفته شد. نظارت اندوز گفتند و پس از به امضا رسیدن حلنامه سود شهر استرافشان از 16 فوریه سال 2022 عاید رویانیدن مبلغ اندازهای نپرداخته از جانب جوابگر کریمووا به اندازه 396,536 سومونی به منفعت دولت برآورد شد. نظارت اندوز گفت مشعوره کریمووا و شوهرش الشیر سلطانوف بناهای شرکت اویس سیتی را به اجاره داده در مجموع از حساب اجاره اموال به مبلغ 29,694 سومونی و از اندازها از مال و ملک غیر منقول به مبلغ 17,772 سومونی بقیه قرض اندوز داشته تا حال پرداخت نکردند. در مسئله از صاحبکار ستاندن 40,000 سومونی نظارت اندوز استرافشان گفت هنگام تشریف گروه کاری به شرکت اویس سیتی برای بررسی این مسئله سلطانوف الشیر در حضور نمایندگان مقامات‌های دخلدار از آن جمله شعبه وزارت کارهای داخله، نظارت اندوز، حقوق شناس، کارمندان بقایه‌گیری مال و ملک و اداره سود نقدگذاری دشنامه‌های قبیح داده از جانب مفصوف تهدید گردید که در شبکه‌های اینترنتی درباره معاون رهبر نظارت اندوز در شهر معلومات پهن می‌کنند تا که شان و شرفش را پس زده با این راه برای از کار آزاد کردن سبب گردد و از این لحاظ در حضور گروه کاری عکس برداری نموده از جمله نقلیات شخصی را. نظارت اندوز استرافشان افزود که الشیر سلطانوف وابسته به شخصیت و عائله احمدزاده معلومات‌های بر دروغ بهتان‌آمیز را
نشر نموده ایستوده است که طبق قانونگذاری برای این کردار جوابگری مقرر گردیده است. اما در جواب نظرات اندوز استرافشان درباره ماشین جیپ سردار این اداره و اینکه یک کارمند دولتی از کجا برای خریدن چنین ماشین گرانبها پول یافته است شرح داده نشده است.